و درود دارم خدمت شما مخاطبان عزیز. من بهزاد مهرانی هستم و امروز پنجشنبه 21 فروردین ماه 2584 ایرانی برابر با 10 آپریل 2025 میلادی. موضوعی که برای این برنامه در نظر گرفتم متاسفانه بار دیگه مصطفی مهرانیه، چون قصد نداشتم در مورد ایشون صحبت کنم و یک برنامه ضبط کرده بودم در مورد ایشون و خب این اتفاقات این روز و مطالبی که منتشر شده موجب شد که من بخوام بار دیگه در مورد ایشون صحبت کنم. بسیاری که بخوام بگم برخی در اینستاگرام به من مسیج دادن که چرا ایشون رو نقد میکنه، ایشون که حرف از مخالفت با رژیم میزنه و خب این پرسش ها موجب شد که من بخوام دوباره یه برنامه دیگه ای هم در مورد ایشون ضبط کنم. اتفاقی که افتاد این بود که یک بسیار توییتی دست به دست شد برای سال 21 مارس 2023، یعنی 2 سال پیش فروردین ماه، که آقای مهرانی در این نوشته گفته نوروز بر انبوه خلق ایران مبارک باد. و بعد دیدم که آقای علی حمید مستندساز و روزنامه‌نگاری که در شبکه من و تو هم هستن اومدن یک نقدی به این انبوه خلق انجام دادن و نوشتن که انبوه خلق، علی حمید نوشت انبوه خلق یعنی یک جمع متکثر فاقد هویت واحد و بی‌مرکز و بی ساختار، در واقع اسم رمز حذف ملت است. حرف درستی زده آقای حمید. وقتی مصطفی مهرانی از آن سخن می‌گوید یعنی هویت بیریشه و بی وطن را جایگزین ملت می‌خواهد، اما ایران سرزمین ملتی است کهن، زنده و صاحب صدا، نه توده بیشک برای بازی‌های چپ قزمیت. و بعد حالا این خب دلایلی آورده و آقای حمید، بعد آقای مصطفی مهرانی اومدن کامنت گذاشتن برای آقای حمید و نوشتن که برو عزیزم کتاب انبوه خلق جنگ و دموکراسی در عصر امپراتوری آنتونی نگری و مایکل هارت را ببین تا بدون چقدر دنیای اندیشه دوری و بعد اینقدر حرف بی‌محابا حرف بزنید و فحاشی کنید. اصلا من فحاشی در نوشته نقد آقای حمید نیست متأینا. و بعد من هم رفتم، نیمه شب بود وقتی من اینو دیدم و خب خواب از سرم پرید که چقدر یک استاد دانشگاه میتونه بی سواد، کم سواد باشه و پرمدعا. و اومدم برای ایشون نوشتم که استاد مهرانی، این کتاب را که معرفی کردید خواندم. آنتونی نگری و مایکل هارت در انبوه خلق و همچنین در اثر دیگر یعنی امپراتوری دیدگاه مارکسیستی دارند، اما با یک تفسیر نو شده و بروز شده از مارکسیسم. درست مثل شما که کمونیسم را بزک میکنید و به انبوه خلق میفروشید. شرم هم چیز خوبی است که ندارید. کمونیسم مانند اسلامگرایی جایش در زباله‌دان است. چقدر تو بی سوادی استاد. من اینو نوشتم. ببینید، و در واقع این بحث موجب شد که من این ویدیو رو ضبط کنم. اینکه شما در میونه یه بحث بروید و دیگری توصیه کنید که برو کتاب بخوان، نه اینکه رفرنسی از یک کتابی بیارید یا بخواید برای قوی کردن مدعای خودتون از یک کتاب یا نویسنده‌ای استفاده کنید. نه، ایشون اینجا نوشتن که برو کتاب بخوان عزیزم تا یعنی باسواد بشی و بفهمی که چی داری میگی. در واقع لب کلام این بود، از یک نگاه عاقل اندر صفی و یک نگاه از بالا. در واقع اینجا کاری که استاد دانشگاه مهرانی انجام میده چیه؟ ببینید، طرف با یه انتقادی مواجه شده و دلایلی برای این انتقاد ارائه شده، اما فرد مقابل در مقابل دلایلی که ارائه شده دلیل نمیاره که بگه چرا حرف شما اشتباهه. تلاش میکنه که از دلیل آوری امتناع کنه و یه کتابی معرفی میکنه. در واقع اینجا چیکار میکنه؟ با تحقیر اون منتقد قصد داره که بگه شما نمیفهمید، شما نمیخونید، یعنی حرفا، یعنی به جای دلیل آوری میره از دلیل آورنده، از هیمنه و به زعم خودش از هیمنه و قدرت اون دلیل آورنده استفاده میکنه. یعنی چی؟ مثالی واسهتون میزنم. مثلا شما یه جایی میخونید که فرض کن امام اول شیعیان امام علی مثلا در نهج البلاغه گفته بفرهیز از رأی زدن با زنان که زنان ناقص العقلن. خب این حرف به نظر درست نمیاد. اگر شما این حرفو در روی یک کاغذی بنویسن بگن که فردی به شما گفته که زنان ناقص العقلن، از رأی زدن و به اصطلاح مشاوره با اونها پرهیز کنید، میگه عجب حرف مهملی گفته شده. ولی به محض اینکه اون جلوی نامی بیاد به اسم نام مثلا امام علی، اینجا دیگه فرد به اون قدرت قبل دیگه نمیتونه بگه عجب حرف مهملی زده شده، چون با یه شخصی مواجهه که اون شخص درست یا غلط یه هیمنه و یک تسلط، در واقع یک هژمونی فکری داره. اینجا در واقع چه کاری انجام شده؟ شما به جای اینکه این رو نقد کنید، دلیل بیارید که چرا زنان ناقص العقلن، رفتید از هیمنه و از هیبت یک نفر دیگه
در واقع اون آوردید وسط. آقای مهرائین هم همین کار میکنه. به جای اینکه توضیح بده چرا سخن منتقد نادرسته، میره از یک نگاه بالا به پایین از هیمنه یک کسی که به نظر او خیلی مسلط و باسواده از اون دلیل میاره و دلیل هم نمیاره، نام اونو میاره که برید اینو بخونید تا بفهمید که یعنی طرف بترسه بگه وای یه نام بزرگی اومد، یک اسمی اومد و در واقع برم حتما این من اشتباه میکنم و این درسته. این گونه، این دقیقاً این شیاد بازی است که من اسمشو میذارم شیاد بازی، شامورتی بازی که مهرائین داره انجام میده. اگر این حرف نادرسته، اگر کل کره زمین هم یک حرف نادرست رو بزنن، اون حرف نادرست درست نمیشه. اگر یک حرفی، یک گزاره، دلیلی براش ارائه نشده، اگر همه کره زمین بیان در تایید اون حرف بزنن، دلیل نمیشه که، یعنی اگر 50 میلیون 100 میلیون آدم یه حرف احمقانه‌ای بزنن که اون حرف احمقانه درست نمیشه. هرچند شما برید از یک نویسنده که مثلا به تعبیر شما بسیار باسواد یا پرهیمنه است اسمشو بخواید بیارید، شما اگر کار درستی می‌خواستید بکنید اینجا باید توضیح میدادید به منتقد که چرا این انبوه خلق به معنای اون چیزی است که مورد نظر شماست و ایرادی نداره. ولی این کار شما، یعنی آقای مهرائین این کارو نمیکنه. ببینید من قبلا هم گفتم در مورد توماج صالحی وقتی اومد نشست کتاب سیمون دووار جنس دومو خوند، اونجا هم در یک برنامه‌ای گفتم که ایشون یا نمیشناسه اصلا سیمون دووار یا تبلیغی میکنه. این سیمون دووار کسی است که از نمیدونم از دیکتاتورها، جنایتکارانی مثل استالین، مثل مائو حمایت کرده و این کتابش هم پر از مهملاته. حالا شما میخواهید بگید سیمون دووار شخصیت بزرگی بود که یک کسی رو منکوب کنید که نظراتش رو نگه. نه، اینطوری نیستش. شما اگر یک کسی در حد سیمون دووار باشه، خداوند باشه، هر کسی باشه، برای سخنش دلیل و ادله درستی ارائه نده، هر کسی گفته باشه این حرف نادرستی خواهد بود. ببینید در واقع آقای مهرائین به یک شکلی داره کمونیسم رو تبلیغ میکنه، داره مارکسیسم رو تبلیغ میکنه و این اون چیزیه که آزاردهنده است و این اون چیزیه که عده‌ای نمیبینن. این که بخوایم صرف مخالفت با یه رژیم و نشانه حق بودن یک فرد بدونیم و به خطرات و پیامدهای اندیشه های کج و معوج اون توجه نکنیم، بسیار کار نادرستیه. اگر بخوایم بر مبنای نمیدونم هزینه دادن و زندان رفتن و اینها بخوایم ببینیم که مجاهدین خلق بیشتر از این افراد هزینه دادن، ولی صرف هزینه دادن در مقابله با یه دیکتاتوری موجه نمیکنه اون به اصطلاح مخالف یا معاند جمهوری اسلامی یا مخالف جمهوری اسلامی. باید شما با یک نظام توتالیتر وقتی مخالفید، با یک نظام دیکتاتوری وقتی مخالفید، باید از منظر آزادی خانه باشه، نه نظر مارکسیست و کمونیست که یک جنایت عظیمی خلق کردن. حالا ببین چه کتابی رو آقای مهرائین معرفی میکنه. کتابی است به اسم انبوه خلق، جنگ و دموکراسی در عصر امپراتوری. وقتی من دیدم رفتم نیمه شب یه عکسی هم اتفاقا در کامنت گذاشتم واسه ایشون و یه عکسی هم با این کتاب انداختم که گمان نکنه که فقط خودش کتاب خونده یا فقط با این کتابا خودش آشناست و بگوید فرض کن من از هوش مصنوعی استفاده کردم یا از گوگل استفاده کردم. من رفتم این کتابی است که ایشون معرفی کرده، نشر نی منتشر کرده با ترجمه رضا نجف زاده. این کتاب به انگلیسی Multitude War and Democracy in the Age of Empire هستش که به آنتونی نگری و مایکل هارت در سال 2004 این کتاب منتشر کردن و این کتاب همون ادامه پروژه است که نویسندگان با یک کتاب دیگه به اسم امپراتوری آغاز کردن. این دو نویسنده در مقابل گزینه‌ای مثل ملت، مفهومی مثل ملت، از اصطلاح انبوه خلق استفاده میکنه. هرچند که مترجم این خلق رو نمیدونم ترجمه نادرستی است به نظر من که حالا خیلی نمیخوام وارد این بشم. مالتیتیود در انگلیسی به معنی انبوهی از افراد، جمعیت پراکنده و متنوع و گروه‌های ناهمگنه. حالا خلق ایشون ترجمه کردن، ان شاءالله ایشون احتمالاً گرایش همون چپ داشتن، اینه که فدایان خلق، مجاهدین خلق. این خلق کلمه‌ای است برای همین کمونیست‌ها و چپ ها. به نظر من این کلمه دست کم کلمه خلق به جای مالتیتیود کلمه درستی نیست. خب البته اینا عاشقان خلقن به اصطلاح و دوست دارن خلق بازی کنن. این دو نویسنده دیدگاه مارکسیستی دارن، کمونیستن، البته مارکسیست به اصطلاح نو دارن و تحت تاثیر مارکسیسم خودمختاری در ایتالیا در اون دهه 1970 و که حالا بحث زیادی است و بحث متنوعی است و خب از حوصله این بحث خارجه. اینها به جای پرولتاریا و طبقه
کارگر بر همون انبوه خلق اینها که حالا ترجمه شده تاکید دارن که در واقع یک نوع نگاه کمونیستی مارکسیستی نوعه. و حالا نکته جالبی هم که میگم، یکی از نویسندگان انقلاب آنتونیو نگری به خاطر در همون زمان به خاطر ارتباط با جنبش‌های رادیکال چپ و گروه‌های مسلح چپ مثل بریگاد سرخ مدتی در ایتالیا زندانی بوده و حتی ایشون غیر مستقیم یا حتی بعد زندان بوده، معتقد بودن که مستقیم یا غیر مستقیم ایشون در اون عمل تروریستی که علیه آلدو مورو نخست وزیر سابق همون زمان ایتالیا که ترور شد، ایشون هم میگن نقش داشته و حتی بازداشت شد به خاطر چیز. این آلدو مورو انسان بسیار فرهیخته و عاقلی بود و چون ضد چپ بود و مخالف چپ بود اینها ربودنش و 54 روز در اسارت بود و بعد کشتنش. ببین همین این خلق بازی ها در واقع همون اسم دیگری همون تجزیه طلبیه. همین آنتونیو نگری هم به خودمختاری، حالا اون معتقد اون تجزیه طلبی کلاسیک من باور ندارم، اما به یه نوع خودمختاری باور داره و اینها در واقع از اینها استفاده میکنن برای تاکید بر تجزیه طلبی. میخوان به اسم خودمختاری و حقوق اقوام و اقلیت ها و نمیدونم ملیت ها به تعبیر خودشون و ملت ها میخوان تجزیه طلبی و نابودی ایرانو خواسته یا ناخواسته در واقع در پیش گرفتن. اینها از همون حرفای مهملات دوم خردادی هم زیاد میزنن. ببینید در یک فایل صوتی دیگه از همین آقای مهرائین دیدم که بسیار بسیار حرفی میزنه که بسیار خطرناکه. میگه راه رهایی ما از مسیر انقلاب نمیگذره، برخی از مسیر کتاب فروشی های انقلاب میگذره. و بعد میگه مردمی که دنبال پولن و دنبال نمیدونم سرمایه و این که ببینن خونهشون چقدر شده اینا، این ملت لایق هم جمهوری اسلامی بدتر از این استبدادن. شما نگاه کنید یکی از پروژه های امنیتی که جمهوری اسلامی پیش گرفته در مدت ها و الان در واقع این پروژه امنیتی رو با جدیت بیشتری پی میبره همینه. یعنی ملتی که به سطوح اومده، یک نظام مستاصل شده و میدونه که باید این رژیم بر بیفته وگرنه بیش از پیش هست و نیستش برباد میره. شما به این ملت بگید که حالا فعلا بنشین کتاب بخون، شما اگر مشکلی دارید از آگاهی خودتون شما لایق استبداد بالاتر از جمهوری اسلامی هستید و از این حرفا به مردم ایران. من در یک جایی هم نوشتم گفتم که این حرف اصلا از نظر تاریخی هم حرف بی اساسی است که شما اگر بخواید به کتاب همه چیز رو فرو بکارید به کتاب خواندن یا کتاب نخواندن. شما مثالی که میزنم مثال کره شمالی و کره جنوبی، یک کشور، یک مردم، یک فرهنگ به دو شیوه سیاسی مدیریت شدن. یکی شد کره شمالی در بدبختی و فلاکت داره زندگی میکنه و دیگری هم کره جنوبی یا آلمان شرقی و آلمان غربی. یک دیواری اومد اینها رو هم جدا کرد. این گونه نیست که مردم آلمان شرقی بدبخت شدن چون که کمتر کتاب خوندن یا مردم کره شمالی بدبختن چون که کمتر کتاب خوندن. نه، نظام‌های سیاسی اساسا نقش مهمی در این مسئله دارن. شما اگر بخواید بار گناه از نظام‌های سیاسی بردارید و به دوش مردم بگذارید، در واقع میخواید حکومت رو تبرئه کنید به یه شکلی. ببینید من بارها هم گفتم جمهوری اسلامی برای اینکه خودش رو توجیه کنه نیاز نداره که از امثال مثل ارزشی‌ها استفاده کنه. اینها که زبانشان رو نسل جدید و مردم امروز ایران نمیفهمن، از کسانی مثل همین آقای مهرائین استفاده میکنه که شریعتی وار حرفای احساسی بزنه، دو تا کلمه جمله هم حرف مخالف از رژیم بزنه، اما این انبوه خلق و خلق بازی رو بخواد به مردم ایران بفروشه. به نظر من مردم باید هوشیار باشن. این قابل توجیه نیست. وقتی ما به پدرانمون رجوع میکنیم میگیم چگونه فریب خمینی رو خوردید؟ مگه خمینی کتاب ولایت فقیه رو ننوشته بود؟ مگه خمینی مردم رو صغیر ندونسته بود؟ چه قابلیت توجیهی داره که شما بگید ما فریب خمینی رو خوردیم؟ حالا اگر اون موقع توجیه داشت، امروز دیگه توجیه نداره. شما با یک سرچ با هوش مصنوعی میتونید بسیاری امور دسترسی پیدا کنید، مثل گذشته نیست. حالا این فرد در چنین شرایطی میخواهد فشار از رو حکومت برداره و بگه مردم مقصرند اگر فقیرند، اگر مستحصلند. آخه مگه مردم امارات متحده عربی یا عربستان سعودی امروز بیشتر از مردم ایران کتاب خوندن؟ اصلا این چه حرفی است؟ این چه استدلالی است؟ اینها قصد اینو دارن که مشکلات و بدبختی‌های ملت رو به دوش ملت، خود ملت بنازن و بگن مردم مقصرن. و این حرف ظاهر شیک و گول زننده‌ای که برخی از من پرسیدن خب چه ایرادی داره ما اگر آگاهی پیدا کنیم؟ آخه در جامعه‌ای که منابع آگاهی در دست
یک حکومت توتالیتر، نظام آموزشی، کتابخوانی، نمیدونم وزارت ارشاد و فرهنگ و همه چیز دست حکومت شما. اصلا فرض کنیم هم مشکل ایران فرهنگی است، مشکل مردم خاطر کتاب نخوندن، شما چگونه میخواهید با آموزش پرورشی که دست یک رژیم سرکوبگره، با احزابی که اصلا وجود نداره، با رسانه‌هایی که دست یک نظام توتالیتر و سرکوبگره اصلا تولید آگاهی کنی؟ شرط اول این که اصلا ملت هم به تعبیر شما کتابخوان بشن اینه که جمهوری اسلامی برود و یک جامعه‌ای به وجود بیاد که اصلا کتاب خوندن در اون به اصطلاح ارزش باشه یا به یک نتایج ملموسی برسه. واقعا این گونه بحث کردن و این گونه حرفهای مهمل دوم خردادی زدن جز برای یک ذهن‌های ناورزیده و به اصطلاح نخوانده جذابیتی نداره. اینها مدت هاست دوره افتادن که طرفداران پهلوی کتاب نمیخوانند، اینها نمیدونن کتاب کدام کتاب. شما هم به عنوان یک استاد دانشگاه، یک استاد دانشگاه ترجمه‌ای که یک سری مزخرفاتی که اصلا نیاز جامعه امروز ایران نیست ترجمه شده، مثل همین کتاب که اصلا نمیدونم به چه درد جامعه ایران میخوره که این کتابو ترجمه میکنن. از این دست کتاب‌ها فراوان از این نوشته های نو کمونیستی و نو مارکسیستی و اینها که اصلا مشخص است به چه درد امروز ایران میخوره. تفکراتی که سرمایه‌داری رو نقد میکنه، نمیدونم دموکراسی غربی رو به اصطلاح خودشون نقد میکنه، اینها در یک جامعه مثل جامعه ایران که از ابتدایی ترین حقوق انسانی به بی بهره‌اند، ترجمه این کتاب ها و انتشار این کتاب ها جز فریب اذهان عمومی نیست. و حال شما بیایید به این کتاب فروشی و به این کتاب های انقلاب و اینها اشاره کنید و چون مردم اگر به جای انقلاب برون کتاب بخوانند، آقا شما بروید سال 57 و 58 ببینید چه میزان مطالعه در این ایران میشد کتاب، چقدر گسترده بود تیراژهای کتابو در اون سالها ببینید و اما ببینید چه کتابهایی بود، مزخرفات. من یک بار هم ارجاع دادم، شما اگر به کتابهای پرفروش سال 58 و 59 اونجا رجوع کنید، من در روزنامه آیندگان اون موقع دیدم برخیاشو زده بودن، ببینید چه کتابی بود. واقعا نخواندن آن کتاب‌ها روان و ذهن آدمو سبکبارتر میکنه برای اینکه به خودش بتونه بهتر فکر کنه. اون کتاب‌ها جز راهزنی عقل و جز این که عقلو به محاق ببره هیچ نتیجه‌ای نداشته. من حالا نمیخوام این بحثو بخوام خیلی طولانیش بکنم، فقط اینو بگم که شما به صرف این که یک نفر یا دو نفر یا چند نفر اومدن یه حرفهای مخالف رژیم زدن ولی از اون ور به این خلق و انبوه خلق و به نمیدونم بی فرهنگی مردم اینها تکیه کردن، شما شک نکنید که اینها یا نادانن یا پروژه امنیتی وزارت اطلاعات و جمهوری اسلامی برای این که به این گفتگوی، این گفتمان و این در واقع تفکر ملی‌گرایانه و ایرانگرایانه که امروز در زیر پوست شهر در جریان و مردم به این سمت گرایش پیدا کردن، اینها برای این که این مردم رو تخطئه کنن میخوان میگن این مردم بی سوادی ان که میروند در مثلا آرامگاه فردوسی شعار میدن که نمیدونم این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده. این یعنی ملت ایران کتاب نمیخونن و چون کتاب خواندن در نظر اونها یعنی که به همین مسائل دوم خردادی برسی دیگه. و من دیدم یکی اومده بود برای من کامنت گذاشته بود که بله شما اگر کتاب خواندید کتاب‌هایی خوندید که نمیدونم فلان بوده است و بهمان بوده است به این نتیجه رسیدید. ببینید دقیقاً شیوه‌هایی استفاده میکنن که خداگونه است به اصطلاح. حالا توضیح میدم چرا خداگونه. مثلا در قرآن اون چیزی که به اسم خداوند اینها میگن، در اونجا گفته که شما تعقل کنید، عقلانیت بورزید، ولی به نتایج این عقلانیت ملزم نیست این کتاب. مثلا چه میگوید که شما تعقل کنید اما اگر نتیجه‌ای که برای این تعقل بهش رسیدید مخالفت با خدا یا انبیا و یا دین بود، اون موقع دیگه این عقلانیت نیست، این عین جهله. اینها هم همین مسیر رو پیش میبرن، میگویند شما اگر خوب کتاب بخوانید به همان جایی میرسید که من مهرائین رسیدم، وگرنه اصلا خوب کتاب نخواندید. اینها از کامنت هایی است که گذاشتند، من در افراد مختلفی گذاشتن نقل میکنم. شما نمیتوانید که دیگران دعوت کنید به کتابخوانی و بعد بگویید حالا اگر که کتاب خواندید چون که این کتاب ها را خواندید پس به این نتیجه‌ای که من رسیدم نرسید پس شما کتاب نخواندید. این کاری است که امثال مهرائین میکنن. شما گمان نکنید که فقط خودتون کتاب خوندید، نه اینطوری نیست. نسل جوان، نسل آینده منابع معرفتی متکثری داره. اینجوری نیست که فقط از کتاب کاغذی بخواد به نتیجه برسه. این همه گستردگی ارتباطات و دانش موجب شده که یک نسلی به وجود بیاد که مانند شماها فکر نمیکنه، مانند شما که یک ایران رو به نابودی کشیدید فکر نمیکنه. ایشون هنوز از شریعتی دفاع میکنه. واقعا مشمئز کننده است که کسانی باشن که ایشونو استاد کنند و هنوز فکر کنن که ایشون حرف خاصی میزنه. نمونه‌های امثال مهرائین، مصطفی مهرائین هم فراوانن که حالا من در برنامه‌های دیگه احتمالاً به آن
خواهم پرداخت. ممنونم که وقت گذاشتید. سابسکرایب کنید، برای دیگران ارسال کنید. ما نیازمند این هستیم که بیشتر در مورد این مسائل بدونیم. سپاس.